الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، قال الله حج بیان میکنه. ماه حج کدام ماست؟ هر وقت حج نمیشه، ماه خاص داره. الحج ماهای حج اشهر معلومات، ماهای معلوم مشخص است. و من فرض فیهن الحج، هر کسی که فرض کرد در این ماه حج را با بالای خود یعنی شروع کرد. فلا رفث ولا فسوق، نیست فحشا، فلا ترفسوا، کار فحشا و گپ فحشا را نگوین، بی حیایی را. ولا فسوق ولا تفسقوا، فسق نکنین. ولا جدال، جنگ نکنین. فی الحج، در مراسم حج. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، آنچه که انجام میتین از اعمال نیک هر قدر باشد، یعلمه الله، الله میفهمه، ثوابش میده. و تزودوا، دیگه توشه بگیرین. فإن خیر الزاد، بهترین توشه تقوا، تقوا است که پرهیزگاری بسیار است، خوب است. واتقون یا اولی الالباب، بترسین از من و فرمانی نکنین ای صاحبای عقل. ای آجی صاحبا، شما عقل دارین، یعنی در جریان حج گناه نکنین. در وقت گناه ممنوع، خصوصا در جریان حج. الحج یعنی وقت الحج، وقت الحج اشهر معلومات، همون ماهای معلوم است. عرب ها میفهمیدن، زیرا دین ابراهیمی بود. کدام ماست؟ شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، خصوصا 10 ذوالحجه. اصل دمی هفتم و هشتم اینمی روز شروع میشه، که روز هشتم روز ترویه، روز مناس، یعنی 2 روز بعد قربان کمان. حاجی صبح بعد 3 بجه و 2 بجه شب حرکت میکنن، میرن در منا. در منا که رسیدی نماز چاشت میخوانی، شب میخوانی، شام خفتنه. صبح که شد نماز صبح بخوان در منا. منا یک جایی است که اینمی 3-4 میلیون حاجی همونجا جای میشه، هم تا جای کلان. باز از اینجا میری در کجا؟ صبحش 9 است، روز عرفه است. الحج و عرفه بسیار مهم است. حج، کسی حاجی در عرفات در روز عرفه نبود، حجش باطل است. باز میری در عرفات روز 9 پیاده بری، خوب است. اگر کال موترا و چیزا هم جور کرده، کسی مشکل داره بره. بیخی همی چی است؟ چی می ریل جور کردن؟ ریل است، میبره. اونجا میری عرفات، کلان است که 10 میلیون حاجی هم باشه جای میشه، او خب بسیار کلان. اونجا که رسیدی باز نماز چاشت است. نماز چاشت در کجا بخونی؟ مسجد نمره، بسیار کلانه، پشت امام، بسیار خوبه. 2 نماز یک جای کن. اگر نشد در جای خیمه خودم، ولی 2 نماز یک جای شو. مذهب حنفی میگه اگر پشت امام بودی یک جای میشه، اگر نبودی نه. و قصر هم است، 2 رکعت است. الله اکبر الله اکبر میگه، نماز پیشین 2 رکعت میخونه، باز عصر میخونی، خلاص. باز تا شام دیگه دین عرفات، خصوصا جبل الرحمه که از اینجا بسیار ثواب داره. دعا اینجا تو قبول میشه و میخلاص دعا کن، گریان کن، عشق بریزان. الله بسیار افتخار میکنه اینجا عرفات دیگه. این قدری که در عرفات دعا قبول میشه، در هیچ مکان جای به اندازه نیست. و تا شام اینجا میباشی. شام که شد، آفتاب که غروب کرد، از عرفات میبری. پیش از او برای گناه میکنی، دم با بالایت لازم میشه. باز همیز شام که غروب کرد، چیزی در موتر، چیزی پیاده میایده مزدلفه. شب اونجا تیر میکنی. در اونجا که رسیدی این 11 بجه شب خفتن و شام یک جای میخوان. مزدلفه می تو جای است که می 2-3 میلیون 4 میلیون حاجی جای میشه، ولی بسیار جایش تنگ است. می تو میشه خب مردم ها که میان مانده و زره در راه خواه میباشه. باز از اونجا که نماز صبح که خواندی در مزدلفه حرکت میکنی به طرف منا. پای پیاده بیایی، خوب است. در منا که آمدی 3 روز 4 روز دیگه اینجا است، 4 روز خوب است. در منا که میایی همی تو میری دیگه جمرات، مکانای شیطان رو میزنی. 3 مکان است. روز اول یکیش میزنی، جمره کبرا را. باز قربانی میکنی، میری امروز طواف میکنی، امروز صفا و مروه، امروز پس میایی. همین روز اولی چنان تکلیفه، ولی از راسانی کرد، اما خب بخی نفس ما برآمد. خب رارم که پس میشه و را گم کردی، خیمه را پیدا نکنی و بخی دیگه یک تکلیف کلان است.
که یگام تا میگفت ما فکر میکنیم که حج در بیت الله میری میبینی پس می چقدر تکلیف بوده. اینال بعد روز دوم 3 جمره را میزنی، 3 مکان شیطانه که سنگریزا. روز 3 روز 4 مستحب است که 4 بزن. باز تاشوی به طرف کجا؟ به طرف بیت الله. دیگه خلاص شد دیگه. میاره که زدی خلاص شد. یعنی جا دیگه کلگی آماده است که که نوبت میرسه میرم. اینجا باز خرابی میکنم. چیزا را که زدن دیگه شیطان ها را. شیطان زدن عبادت است. یکم بی عقلا فکر میکنه که اینجا شیطان است. نه؟ چیزی که چابلی میزنه، چیزی که چاقو مجرم میزنه که والا همینجا میگه دیگه دیش که در افغانستان نبیه. یک جهاله. اون مکانی است که ابراهیم علیه السلام زده و عبادت است. این نیست که شیطان همونجا خواب باشه میلیونا آجور زده بره نه سنگ بارانش کنه. خب الحج اشهر معلومات. الحج اشهر معلومات. حج که از ماهای مشخصه. این گپا که ما براتون گفتم الحمدلله که حج کردیم. اگر نه با نظری یاد آدم میره. هر قدر نظری یاد کنی نظری نمیفهمی چی گپ شد یادت میره. الحج وقتش ماهای معلوم است که اینمی ذوالقعده خصوصا ذوالحجه. فمن فرض فیهن الحج هر کسی که فرض کرد یعنی الزم لازم ساخت به نفس خود حج را به احرام و تلبیه. احرام بسته کرد لبیک گفت تلبیه اللهم لبیک لبیک لا شریک لک فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کسی که این گناه خو در وقت ممنوع خصوصا در مراسم حج. چرا الله ایران میگه زیرا اونجا تکلیف است. فلا رفث نیست گپ فحشا عمل فحشا و نه فسق گناه و نه جدال در حج. اینجا نهی بلیغ است. اصلش این جمله خبری است به معنای فلا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا است. خب این به نهی بلیغ یعنی در شأن حاجی نیست که حج بره و باز رفض کنه کار فحشا انجام فسق کنه و جدال کنه. شأن حاجی نیست. به زنها نزدیک نشه استفاده از اونها نکند زیرا الله متوجه ازی است. شهوات الابته فلا رفث و معاصی الابته معاصی بینمازی از گناه هستینی و چرس است نسوار است هرچی یکم تا مجام سگرت و نسوار خودم میزن. ولا جدال جنگ خصومت به امرای رفیقا و اینا. خدمت کنه انسان کوشش کنه خدمت کنه بر که خیرش برسه. کسی دید پیش میده بانش بده موتر اگر پیش بانش پیاده برو خیره. جنگ نکو کسی هیچ جنگ نکو هیچ قار نشو. دیدیم چی ظالمایی است. یک بچه جوان بود که ما یک کسی 50 ساله بودی تو یک سیلی زدش 24 ساعت او گریان کرد. از فاریاب بود خودش 25 ساله بود. در موتر آمد گفت بخی اینجا ما خودم خانم میشینم و گفت اینجا بشه یک سیلی کشش کرد. این تو ماکم زدش 24 ساعت او گریان میکرد. گفت سعی کمه را زدم. زمین قومای ما شما بود. بعد ماش 24 ساعت قجگر خون بودم در اتاق. میگم ما چی گناه کردیم؟ ما گفتم خیر خدا عجزی را قبول نکن الله دی را تباه کن. در 24 ساعت را بدوا کرده. ما گفتم این بدبخت ظالم اینجا افغانی دیگه میرم بعد بریم واجی شویم اینجا بشه یاد بگه همین دولت باید فرض سرمیا یک چیزی را یاد بده. چون میره رما واری اونجا میپرت افغانا را. هیچ اخلاق نیست دین نیست عقیده نیست هر چیز سنگ دید که را در جیب پرتو. این تبرکیسی شرک است و شرکیات است کارا است کارای میکنن کفنای سفید هم میبرن دمی زمزم ششته میره. چرا بیبیم گفته بیاری که می کفنم شو 100 تا قرآن دم قبرت بانن قرآن نخوانده باشی نجات نمیافی. کتی کفن سفید آب زمزم مرا دفن کنین که جنتی شو. به این چیزا نمیشه. بدعت از کل و بدعت دلاله. بعض می تصویر دیده بیت الله بعض می جای نماز دادم موجه زدی اینمی جای نماز می بسیار که درجه پیدا کرده. این در خود مو کعبه خورده میگه هیچ چیزا نیست. دهی بزن دو بزن. و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا. اینی بسیار مهم است که علم حج عقیده اخلاص گناه نکنی. اینی می 3 گناه را رسول الله صلی الله علیه و من حج فلم يرفث ولم يفسق باز رجع كيوم ولدته امه. الحج المبرور و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله. آن چیزی که شما انجام میتین از خیر
خیر چیز دیگه، اعمال خیر، قرآن بخوانی، نیکی، صدقات، اینا الله میفهمه. اوجا تا که میتونی عمل کو دیگه. الله میگه ایجا کم پیدا میشه، بسیار کساسی ایس فرصت پیدا نمیکنه. الله میفهمه. هر خیر 1 روپیه صدقات علما میگه 1,00,000 ثواب میشه. در اونجا بسیار هر عمل، 1 بار ختم قرآن، 1 رکعت نماز، تا که میتونی طواف کن، عبادت کن، طواف کن. بسیار واقعا یک جای نعمت است. این نیست که پیش کافر باشه کی باشه، نه. رسول الله هم پیش مشرکین بود که حج عمره رفت، خب نماندش. با سال بعدی که عمره قضا رفت، نه، او پیش مشرکین بود. حتی بتایشان هم بود، ولی بتا مانی اینا برای الله عبادت میکردن. و تزودوا لآخرتکم، یعنی بالتقوا فإن آخر، دیگه توشه بگیرین با آخرتتان که تقوا است، این بهترین زاد است. فإن خیر الزاد التقوا. بعضی ها این تو روایت صحیح در تزود 2 چیز داخل است. از یمن آجیا می آمدن توشه نمی گرفتن، نه پیسه، نه پول، نه نان، هیچ چیز. که مردم پرسانش میکرد حال شما حج میری یا چقدر وقت میباشین؟ 1 ماه 10 روز 15 روز هستیم. ولی 1 ماهی خب پیسه نان دیگه چیز خریدین؟ میگه نه، ما متوکلین علی الله هستیم، توکل به الله. باز اینجا که می آمدن سوال میکردن، گدایگری میکردن. الله میگه تو نکنین، توشه بگیرین. فإن خیر الزاد، بهترین توشه تقوا، خود را حفاظت کردن از سوال نکن، گدایگری نکن. همین افغانا هم دیدیم گدایگری میکنه، اینجا پیسه نمیبره، میگم چون حج آمدی زمین فروختم، درخت فروختم، قرضم کردم. خب حالا پیسه خوراک تا نداری؟ نه. بعد اونجا سوال میکنه که می نام سبیل دید چنان میدوه دیگه، 3 آجر زیر پای میکنم. گفتم مال تو که من زمین چرا فروختی، درخت چرا فروختی، سر تو فرض نبود؟ پشیمان هم میشه. میگه راستی چی بد کردم آمده؟ میگه خب بسیار مشکلات بوده، کاش که من گفتم توانایی پیسه را به همراهت میگرفتی که اینجا محتاج نمیشدی. بعضی ها یقین که از بی پیسگی خواب بود که سردرد نمیتونه عبادت، حالا خوراک نکنی عبادت نمیشه. حالا اتاقای 1/2 ساعت راه دور و 40 دقیقه همون وقت ما میتونه 40 دقیقه راه دور، 5 وقت نماز بیا. یک آجری سفید بود، قرار خواب بود، میگفت مریض هستم. رفیق من گفت این مریضی شکم از گشنه است. گفتم نخواد. گفت نه بکشیمش. کشیدیمش، بردیمش، هم 1 دانه پلاو برزی آورد که تم گوشت گوساله که میزد، همین تو تگره شد. گفت جور تیار شدیم، تیز میدوید طرف بیت الله. گفتم خب اینی گرسنگی است. گفت والا پیسه ندارم. پیسه که نداشتی اونم اونجا مجام میکنه، نه اونجا افتیدگی است. و تزودو، توشه بگیرین، پیسه بگیرین. کسی میره حج یک چیزی در خانه خود بانا، چیزی هم خودش اینی برا، یا این که توشه بگیرین. بهترین توشه او خب التقوا، که در اونجا تقوا کنی، همین گناه نکنی. یک قدر یک درجه داره و مکان گناه زیاد است اگر گناه کنی. واتقونی یا اولی الالباب، بترسین از من صاحبای عقل. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. در اینجا الله متعال می فرماید که یک موضوع دیگر را بیان میکند. بعضی حاجی صاحبا از اینجا میرفت با تجارت میکردن. خب هم حج بنیت حج میرفت تجارت میکرد. دیگه جاهلا میگفتن حج ازی نشده، میگفتی به تجارت رفته، حجش نشد. الله میگه خیر است، هم به نیت حج میره اونجا تجارت میکنین، جایز است، گپی نیست. در افغانستان خواهی اونجا تجارت گیرت کنن، میگه چه جزی نشده، در حالی که میشه میگم چیز از اینجا ببری از اونجا بخری بفروشی. خیره. لیس علیکم جناح، نیز به بالای شما گناهی آجیا، ان تبتغوا فضلا من ربکم، این که طلب کنین فضل ربتانه که رزق حلال است کاروبار کنین. فاذا افضتم من عرفات، هر وقتی که پایین شدین از عرفات، فاذکروا الله عند المشعر الحرام، یاد کنین الله را در نزدیکی مشعر الحرام. چی است؟ مزدلفه. واذکروه کما هداکم، یاد کنین الله را قسمی که الله شما را هدایت کرده. و ان کنتم من قبل لمن الضالین، اگر که بودین شما پیش از هدایت الله جمله گمراه ها. اینه در اینجا الله متعال یک موضوع را بیان میکنه. گناه نیست، لیس علیکم، اسم نیست در تجارت در جریان حج. یا تجارت دنیوی منافی عبادت دینی نیست. یا میگفتن ما گناهگار میشیم، الله میگه گناهگار نمیشی.
به خاطر تجارت نیت نکنی، نیتت حج اونجا میکنی خیر است. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا، فضل که از رزق حلال هم میگه، من ربکم، کار کنین. در بسیار آیات قرآن فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، نماز جمعه را خواندیم منتشر شوید در زمین، فضل الله رزق حلال طلب کنین، کار کنین. هم مردم های روس و اینا انگشتری و هزار کشور یک چیز میارن میفروشن. فاذا افضتم من عرفات، وقتی که پایین شدین از عرفات، در روز عرفه. خب عرفه میگه بعضی میگه بلندی و بعضی میگه شناخت و آدم و هوا یکدیگر را شناختن، ولی نامش عرفات است. فاذکروا الله عند المشعر الحرام، یاد کنین الله را در نزدیکی مشعر الحرام، یعنی از عرفات که پایین شدین الله را یاد کنین. مشعر الحرام چیز؟ مزدلفه. مزدلفه ما یک زمین است که همه قاجی اونجا جای میشه، باید کلش بیایم اونجا. و عید شب عید دیگه است، شب عید در مزدلفه می باشی، این شب در اونجا تیر کنی. مشعر الحرام یک مسجد است به نام مشعر الحرام در سایه مزدلفه، به نام مسجد الحرام است. یعنی در اینجا که آمدین دعا کنین، تضرع کنین، عبادت کنین، نماز بخوانین، شام خفتن اینجا یک جای میکنین. واذکروه کما هداکم، یاد کنین الله را ذکر حسنه مثل که الله شما را هدایت کردگی است. یعنی سبحان الله، استغفر الله، نعمتای الله را، به خاطر که الله بر شما توفیق داد که حج کردین. و این کنتم من قبل لمن الضالین، اگر که بودین شما پیش از هدایت الله از جمله گمراه ها، شرای دین الله را نمیفهمیدین، الله شما را هدایت کرد. پس الله را زیاد یاد کنین، الله را سپاسگزاری کنین. واقعا حج یک نعمت بسیار کلان است که الله نصیب کسی کنه و به شرایط انجام بده. بسیار گناه را اگر صحیح توبه بکنه کل گناهش الله میبخشه. حتی در اختلاف است که سر مردم ظلم کرده ای را میبخشه یا نه؟ بعضی میگه بله یک حدیث است، بعضی میگه صحیح، بعضی نه. همین دیگر هم مظالم هم الله میبخشه، همین که سر مردم ظلم کرده به شرطی که صحیح با اخلاص توبه کنه امورم الله میبخشه. یعنی حق مردم هم الله میبخشه، ولی به شرطی که حق مردم ازایی کردی و نیست پیشت و پشیمان شدی که توبه کردیم دیگه نمیکنی، الله امورم میبخشه. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحیم. در آیات الله متعال و یک موضوع دیگر در ارتباط حج مسائل ادامه داره. موضوعات حج در حالات مختلف الله بیان کردگی است، بسیار شه و ترتیبش و همه جزئیاتش در حدیث آمده. قرآن و حدیث انسان بخواند میفهمه چه قسم حج کنه. از عرفات که پایین میشین در مشعر الحرام، پیشتر الله بیان کرد مشعر الحرام مزدلفه، الله را یاد کنین. در اینجا الله در بالای یک رسم از این مشرکین رد میکنه. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر الله، باز پایین شوین از اون جایی که مردم پایین میشه، بخشش بخواین از الله ان الله غفور رحیم، الله بخشاینده و مهربان است. مشرکین مکه در دوران جاهلیت خود را بسیار بالا میگرفتن، میگفتن که ما مردم حمص هستیم. حمص یعنی مردم های بلند مرتبه، ما در عرفات نمیریم، یا در مزدلفه میبودن، در عرفات نمیرفتن. باز ما میگفت از عرفات میریم در منی. الله رد میکنه با بالایشان که این کارو نکنین، شما باید در عرفات برین مثل مردم واری. حج رسول الله هم میگه الحج عرفه، حج عرفه است. در روز عرفه آجی در اونجا نبود حجش باطل است. متاسفانه یگام تا مسلمان ها همی تو جاهلا حال شاید بفهماندشان میمانند. در روز عرفه کلی در عرفات میره بیت الله خالی میشه، یگام آجی همونجا تست طواف میکنه و دیگه مجل الاسود بوسه کده میره، میگه این هیچ کس نیست. وقتی که میگه کجا بودی؟ میگه ولی من خو اینجا بودم، بیخیم بیت الله خالی بود، ما بوسه کردیم همی حجر الاسود، سنگ حجر الاسود. ما گفتم تو چقدر جاهل بودی، در روز عرفه نبودی؟ گفت نه. گفت مسجد باطل است، هیچ چیز نشد. اوه میگه این تو یگام تا مردم ها هست. رسول الله صاحب میگه الحج عرفه، حج عرفه، در عرفه باید باش، در روز عرفه در عرفات. خیر ما قلت انا و النبیون من قبلی، بهترین گپی که در روز عرفات ما گفتم انبیای سابقه، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد
و هو علی کل شیء قدیر. بسیار ثواب داره. این ذکر بکنی و دیگه از کار است. ثم افیدوا، باز پایین شوین. افاضه چون که اونجا بالا پایین شوین. از عرفه من حیث افاض الناس، از اون مکانی که مردم پایین میشه. چه معنا؟ یعنی از عرفه پایین شوین، لا من المزدلفه. از مزدلفه نه. این قریشی ها میگفتن که ما بهترین هستیم، ما اونجا نمیریم، این دیگه اونجا برن. الله میگنی مثل که اگم سرمایه‌دار میگه که روزه که هست برای غریباست، برای ما نیست. اینجا خطاب با قریش است، خدا بالا میشماریدن، گفتن نحن اهل الله، ما اهل الله هستیم، اهل خانواده الله، سکان حرمه، ما در حرم الله زندگی میکنیم. فلا نخرج منه، از بیرون نمیشیم. عرفات که است در سایه حرم نیست. حرم اکثرتون کسایی که رفتن میفهمن حرم یک جای مشخص است. بعض جایش 10 کیلومتر فاصله و بعض 20 یعنی میتونه حدیبیه و تنعیم و اینا. مزدلفه مربوط حرم است، عرفات نیست. الله یا میگفتن ما از حرم بیرون نمیشیم، در مزدلفه استاد میشدن. چرا؟ میگفتی از حرم است. ما میگفت عرفات که مربوط حرم نیست، سایه حرم نیست. حرم یک جای خاص است، الله را تعیین کرده و بعد اعمال اونجا میشه و بعضی نی. باز اینا از مزدلفه می آمدن در منا و خودم میگفتن که ما حمص هستیم. الله امرش کرد که بیاین در عرفه استاد شوین، باز مثل مردم پایین شوین. این رسمشان رد کرد. در عرفه نبین حجتان نمیشه. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، باز پایین شوین از همون جایی که مردم پایین میشه. عام مردم در عرفات میره، شما هم تو کنه. واستغفر الله، و طلب بخشش بخواین از الله در عرفات، در مزدلفه. ان الله غفور رحیم، الله بخشاینده و مهربان است. گناهتان یاد کنین، الله مغفرتش واسع است. یعنی دمی جریان منا، چی عرفات، مزدلفه، منا، خوب الله را یاد کنین، توبه کنین، استغفار بگوین. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فإذا قضيتم زمانك پورا کردیم مناسککم اعمال حجتان را، فاذكروا الله، یاد کنین الله را، که ذکرکم آباءکم، مثل یاد کردن تان پدرایتان را، او شد ذکرا، یا زیام که زیاد الله را یاد کنین. فمن الناس، بعضی از حاجیان من کسایی هستند یقولو که میگوین در دعای خودان ربنا ای رب آتنا فی الدنیا، بده به ما در دنیا، آخرت نمیخوان. و ما له فی الاخرة من خلاق، نیست از برازی در آخرت کدام حصه. و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، بعضی حاجیان کسایی هستند که میگوین ای رب بده به ما در دنیا حسنه، زیبایی های دنیا را، و فی الاخرة، در آخرت حسنه، زیبایی ها، و قنا عذاب النار، نگاه کن ما را از عذاب آتش. اولئک لهم نصیب مما کسبوا، این می کساد برای زینا حساس از و اعمال کسب کردن. والله سریع الحساب، الله زود حساب کننده است. رد میکنه در آیت الله متعال با یک رسم و رواج دیگه این زنا. اینا که وقت مناسک حج پورا میکردن، باز قصه پدرها را میکردن. اون میگه پدر من تو بود، این قدر غلام داشت، قیی داشت، در جنگ پالوانی فلانی را زد، تو میگه فاطمه فلانی را زد. این قصه پدرها بود، از من تو کرد، از ما تو کرد، بسیار سات. اینه الله گفت اعمال حج که خلاص کردی الله را یاد کو، استغفار بگو، ذکر الله را بکو. مثل پدرایتان، از پدرایتان هم کده زیاد. باز الله را بیان میکنه که دو نواجی است. یک واجی که دنیا را میخواه خلاص، این آخرت سه نداره، به خاطر دنیا از کده. بسیاری ها جای افغانی میرن که دنیا خوب شوه، یک چیز بته. الله میگه آخرت حساب و سهم نداره. بعضی حاجی هست که دنیا و آخرت میخواهد، اینی بهترین هست. هم دنیا را میخواه آخرت، چقدر خوب. ولی اگم تا بدبخت هستی که آخرت نمیخواه، دنیا را میخواه، عقیدش خراب است. فاذا قضیتم مناسککم، زمانی که شما پورا کردین، انجام دادین مناسککم، قضیتم یعنی فرختم، ادا کردین مناسککم. فاذا قضیت الصلاة، اینجا قضا به معنای قضای نمازی نیست، یک قضای اصطلاحی ما شماست. قضا به معنای انجام دادن، پورا کردن، فارغ شدن. فارغ شدین از اعمال حج، مثل که
در سورت جمعه الله میگه فاذا قضیت الصلاة، وقتی که تمام شد نماز، فانتشروا فی الارض، نماز خلاص شد. از اینکه خارج شدین از اعمال حج خلاص شدین، چی بکنین؟ کارتانی که مناسک جمع منسک اعمال حج میگه. منسک خودش عبادت میگه، خود منسک. فذکروا الله، الله را یاد بکنین که ذکرکم آباءکم، مثل یاد کردن انتان پدرایتان، یعنی زیاد یاد کنین، خوب مبالغه، خوب زیاد یاد کنین. او اشد منه، او اشد ذکرایات، پدرایتان هم که زیاد الله را یاد کنین. اینا پدرها را باز در مسجد منا می آمدن، پدرها را یاد میکردن، خود تعریف میکردن. الله می پدر ویرا باند، الله را زیاد یاد کو، مثل پدرت از هم کده زیاد. بعد از هر عمل ذکر است، هر عمل عبادت، هر عمل عبادت اذکار وجود داره. مثلا شما میبینین که بعد از هر عمل عبادت اذکار وجود داره. بعد از فرض رسول الله میگه که خلاص میکنی، پیامبر سلام استغفر الله میگه، فاستغفر الله 3 مرتبه. باز می که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، امی سبحان الله 33 بار، الحمد لله 34 بار، 33 بار الله اکبر 34 بار. و دیگه اذکار است، آیت الکرسی را بخونید، قل الله احد، قل اعوذ برب الفلق. اینا بعد از هر عبادت ذکر این است در اسلام. حتی صحابه میگه که ما نماز که خلاص میشد با تکبیر مسلمان ها میگه میفهمیدیم الله اکبر که گفته میشد، ما میفهمیدیم که این نماز خلاص شده. الله اکبر. کسایی که بعد از فرض دیگه چیز میگن که می خلاص کردن، میگن بسم الله الرحمن الرحیم، هیچ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میازی اثر شروع میکنه. این طور نیست، بسم الله نیست. یا میگن سه با یک آواز لا اله الا الله 3 دفعه میگن، یا بدعت است. همین اذکاری که ثابت است این را بکنه انسان، باز در سنت استاد شد. بعضی نماز فرض خوان و چهار در سنت استاد میشه، یا مخالف سنت رسول الله صلی الله علیه و آله. حتی عمر زانو یک کسی را دید که فرض خوان و چهار استاد شد، از شانش گرفت، بیشی گفت یهودی ها که هلاک شد در بین فرض و سنتشان فرق نبود، با شان داشت اذکار سرش کرد که فینال برو. و همین اذکار بعد از فرض ثواب داره که گناه انسان به اندازه کف بحر باشه الله میبخشه، شرط عقیدتاً و صحیح هم ذکر شود، از قلب شود. اینجا الله میگه حج خلاص کردی، الله را زیاد یاد کن. افغان هم همینطور است. خب حج که خلاص کردن باز قصه خدا را میکنه، ای تو کردیم تو، این قصه است دیگه. بعد از حج الله را زیاد یاد کنین که ذکرکم آباءکم و اشد ذکرا. باز الله اینجا اقسام حاجی را بیان میکند که فمن الناس، بعض از حاجی کسایی که میگویند در دعای خدا ربنا ای رب آتنا فی الدنیا، دنیا بده، هم غمشون دنیاست. اللهم اجعل عطای و مهنتی فی الدنیا، فقط در دنیا با ما بده. میگه یا الله و ما له فی الاخرة من خلاق، الله میگه در آخرت هیچ نصیبی نداره. خطر هم است که ایمان میبره نمیبره. اکثر حاجی ها که من میبینم میگه حج بریم پیسه دار شویم، همینطور میگم. بسیار دعا کردم، گفتم یا الله یک خانه بتی، یک موتر بتی، کاروبار ما خوب کنی، دکان ما خوب کنی. خودش من گفته ای تو دعا کردیم ان شاء الله بعد از برم کاروبار خوب میشه. آخرت هیچ نمیخواه، خود دنیا رو میخواه. و منهم بعضی از حاجی ها کسایی هستند یقولون میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ای رب بده به ما در دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، یعنی خیر دنیا و آخرت میخواه، در آخرت هم بده حسنه. این مؤمن عاقل است که در دعای خود دنیا و آخرت جمع میکنه. نعمتای دنیا را بده، از عذاب آخرت ما را نجات بده. خب حسنه که از یک کلمه جامع است. آتنا ای رب، رب کسی را میگه که ذات الله عمل میکنه، رب که یکی را صحت میتا، یکی را میگیره، که عزت میتا. اینمی اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم وانزل من السماء ماء، یعنی افعال رب که است صفات فعلی الله، صفات کاری را که انجام میده. به این خاطر در چیزی که میخوای کلمه رب، بعضی ها میگه 3 بار بگه ربنا ربنا ربنا، الله دعایش قبول میکنه. 3 بار بگه آتنا فی الدنیا، بده به ما فی الدنیا، در دنیا حسنه. حسنه چیست؟ تماما زیبایی های دنیا را شامل میشه. حتی مفسرین گفته که از صحت در دنیا حسنه، صحت بده، عافیت از مصیبت ها. و دیگه چی؟ و دار الرحبه،
خانه بسیار وسیع. این خانه هایی که همی تو چی جور میشه، چی میگن همی مکرویان و ریایشی، این چندان خانه ای نیست. رسول الله همی خانه ایست که اولی داشته باشه، در بینش درخت باشه، در بینش آب باشه، آسمانش ببینی. این خانه ای که آسمان نداره، فقط خانه برآمدی در بیرون هستی، چندان خانه ای نیست. دار رحبه خانه که فراخ باشد، آب در بینش باشه، درخت باشه، دیگه آسمان داشته باشه. میگم تا خوش است که من در مکرویان زندگی میکنم، من هیچ خوشم نمیاد تو خانه. دیگه چی؟ دار رحبه دیگه ای که مرکب خوب، یک مرکب بسیار خوب نه. در وقت مرکبا فرق میکرد، اسب مثلا یک قسم اسب است، قسمی میدوه نه که میزنید تو در زمین، بسیار آدم دل جگرش شور میته. یک اسب دیگه است که تو کراس قسم میره، بسیار هیچ آدم تکلیف نمیبینه. حال مثلا از این موترهای بسیار نرم ملایم نه، یک موترهای است که قلکده میزنه آدم بسیار وضعش خراب میکنه. یک موترهای نرمه که حال میگن 2000 این چیزا باشه، 2000 باشه این چیزا دیگه. مرکب خوب، رسول الله صلی میگه از جمله خوشبختی انسان دار خوب، مرکب خوب سواره، و همسایه خوب. همسایه هم خراب بود، جنگ است، حالت خوب نیست دیگه. و زوج الحسنه، زوجت الحسنه، خانم زیبا. برای خانم شوهر زیبا باشد، دیندار باشد. زوجه حسنه است که دیندار باشه، اخلاقش صحیح باشه، اطاعت شوهر بکنه. سه صفت زن رسول الله صلی بیان کرده است. میگه اذا رأیته سرتک، یا اذا رأیتها، وقتی که را ببینی خوشحالت کنه، که ببینی اخلاقش بسیار عالی است، احترام میکنه، بسیار با نزاکت استاد میشه، پتک و چتک نمیکنه، چیق و ویلا نمیکنه. زنای بد اخلاق که هست که میدید قال مقال میکنه، ایتکو این تو زنا چندان زنی نیست. این زنا مصیبت بر شوهر است. خب که دیدی خوشحال شوی. و دیگه خب دیگه صفتش چیست که و اذا امرتها اطاعت که، وقتی که امرش میکنی اطاعت کنه. امر در کار مشروع، در گناه نه، اطاعت تا بکنه. این بسیار مهم. میرم فلانه جا، بگویی که نه، یا چوب کردی باید بفهم به اشاره. حالا میگیش نه خوب نیست، جنگ میکن، چرا نرم خیز میزنه، ای سوز تو بستم. آخر با بیابگی میخواه خدا بکشه در یک جای میکشه، از خانه خدا میکشه، بیابگی بیخی در خانه ما ایش خیر ندیدیم. این چه حال است؟ زنی را میگه. قرآن هم میگه. و دیگه صفتش چیز میگه و اذا غبتها، یا غایب شدی از اینا، حفظ مالک و ارزک، مالت حفاظت کن، آبرویت. غایب که شدی از خانه بر آمدی، خرابی نکنه، یعنی ارتباط نامشروع کت دیگران نگیره. بعضی زنایی زن خوبی خی گمش که مصیبت است. الله ازی تو زن نجات بده. بعضی هم تو هست شوهرش واسه میره وقت یک دیگه را بر خود خواستگی است. تو زنا زیاد است. خبر هستم از یوم نشناسمشم، به من میگن که این تو زن است. این بسیار دیگه بد زن است. خب که آبروی شوهر، مالش به جای مصرف نکن. بعضی ها مالش میزنه گم میکنه، یا خائن است زن. بعضی ها عزت آبروشه، بعضی ها بیابگی میکنه، خدا به دیوانگی میزنه، احترام شوهر نمیکنه. رسول الله صلی الله علیه و خانم حقوق شوهر برش بیان کرد. گفت یا رسول الله ما روسی نمیکنم. گفت چرا؟ گفت میترسم اگه این حقوق انجام ندم با در جهنم میرم. گفت اینم یک است. عروسی که میکنی شوهر باید بشناس، حقوقش بشناس. شوهرم باید خانم بشناسه و حقوقش بشناسه. خانم هم بسیار حق داره. حق خانم همیست که دیگه این بد اخلاقی نکنه، شوهر توهینش نکنه و رزقش نفقش برش بده، مسکن جای زندگی برش، کرایی هرچی که هست جور کنه. و دیگه ای که در کارهای خانواده امکانش باشه کمکش کنه. اینی است اخلاق خیرکم لاهله. ولی در افغانستان حق شوهرم پایماله، زن مردیشان. زنای بد اخلاق هم است، شوهرام هستن. دیگه چی؟ و رزق الواسع، رزق فراخ که انسان محتاج اینا نباشه. اینی حتی حکومت زیبا که اسلام تطبیق شد، انسان امنیت در منطقه این حسن است. خب امنیت نباشه، حکومت اسلامی اسلام تطبیق کنه نباشه، باز انسان
جگرخون می باشه. و فی الاخرت حسنه، اولادای صالح باشه. در آخرت هم حسنه زیبایی. در آخرت حسنه خوان نعمت ها است که چی است؟ از عذاب قبر انسان نجات بیافت، از فضای اکبر حیبت کلان از اون نجات بیافت، حساب آسان شود، در جنت برو، نعمت ها و درجات جنت. و قنا عذاب النار، نجات بده ما از عذاب آتش، نجات عذاب آتش. یکم تو در جنت میره ولی بعد از اینکه در جهنم میره. این کامیابی نیست. کامیابی است که اول باید در جنت بری. و قرآن هم میگه که فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. کسی که از آتش جهنم دور شد، در جنت داخل کرده شد، فقط فاز، بدون شک اینی کامیاب شده. و کسی که در جهنم میره باز میایه، او کامیاب نیست. اکثر مسلمان ها به می خوش است که ما خو میریم یک دفعه میگه، آخرش مهم است. الله اینمی کسایی که دنیا و آخرت میخواد با تعریفشان میکنه. اینا اینمی دواره رسول الله صلی حدیث صحیح میگه، پیامبر صلی در بین رکن یمانی و حجر الاسود میگفت از اینجا که دور میخوری تا اونجا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. یکی در عرفات بگویی، در مزدلفه، در منی، این زیاد یاد کنی. بعد نماز فرض نه، در داخل نماز اللهم ربنا اللهم صل علی محمد اللهم بارک، بعد از ویرا میخوانم، بعد از درود. اونجا هم جایز است ولی در داخل نماز دیگه است. رسول الله صلی الله علیه و آله از 4 چیز پناه میخواست. اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر و من عذاب جهنم و من فتنه المحیا و من فتنه الممات و اعوذ بک من شر فتنه المسیح الدجال. یا تو فرض است، هیچ پیامبر ترک نمیکنه. ابوبکر گفت مرا چیزی یاد بده که در نماز بخوانم. گفت در آخر گفت برش گفت که بگو اللهم ربی انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم. یاره که گفتی باز ربنا آتنا رو بگویی یا او نگویی، یا ذره خوبش نمیاد دیگه. چیزی که رسول الله صلی الله علیه و هدایت داده موافق از اون نمیاد. اولئک لهم نصیب مما کسبوا، این من کسایی که سعادت دنیا و آخرت میخوان. اسلام دنیا و آخرت میخواد. یکم تا میگه دین بگیری دنیا میره، چرا تو راست تو؟ اسلام دنیا و آخرت هر دویش. کفر که است، نظامای کفری دنیا دشک است، آخرت هیچ نیست، دنیاش هم دشک است. امیال بسیار کافرات گرسنه هستند، فقیر هستند، چیز ندارن. اولئک این کسایی که دنیا و آخرت میخوان، لهم از برای اینا نصیب حصه وافر و کامل است. مما کسبوا، از جهت اعمال خیر که انجام دادن. نصیب چرا حساس؟ مما کسبوا، به خاطر کسب کردن اعمال را. والله سریع الحساب، الله زود حساب میکنه با مخلوقاتش. چه قسم؟ به قدر لمحه من البصر، همین چشم بزنی حساب کل شده. این امیال ما کدام عمل میکنیم کلش حساب شده، چه عمل خوب بد، کل چیز نوشته شده. مثل که یکم چیزا را ببینین، یک سودا را که میخری حال بعض حالات بر آمدنی امی خودش حساب شده میره. کمی گفتی که این چند شد، میگه وقت خود نوشته شده. یک مثال است، یک نظیر است. در امریکا انتخابات که میشه مردم رای میپرته، امی آخری نفر که رای انداخت نتیجهش اونجا معلوم است چیست، کی برد کی نبرد دیگه تو نیست که حساب کوی افغانستان وارینی صندوقا را از نورستان انتقال بده، شیشه درای لا بده بیارشو باز چقدر گپ میشه. اوجا که می انداختی حساب شده. الله از یوم کده، ای خو یک مثال است. امی عمل کردی خلاص مرگت کل چیز حسابت شده گیست. اونجا که رفتی عمل نامه تا برات میتعینه. اینی بدی. و اگر الله هلاکت کده باشه می چرا کار کردی باز گپت خراب است. برو به طرف آتش. الله نجات بده. کل اعمال ما امیال نوشته میشه. مرگ محمد حساب ما شده، خلاص تکمیل شده گیست. حساب تکمیل شده گیست. حتی الله از اول میفهمه کی کجا میره. خب بازم نوشته میکنه. واذکر الله فی ایام معدودات ومن تعجل فی یومین فلا اثم علیه ومن تأخر فلا اثم علیه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون. واذکر الله، یاد کنین الله را در روزهای شمار کرده شده. کسی که عجله بکنه در 2 روز در منا فلا اسم علیه، نیز گناه به بالای ازی. و من تأخر، و کسی که مؤخر شد فلا اسم علیه یعنی 3 روز نیز گناه به بالای ازی. لمن اتقى، از برای کسی که تقوا دارن. واتقوا الله، از الله بترسین. و علموا، یقین کنین انکم الیه تحشرون، بدون شک شما به طرف الله بازگشت میکنین. آخری گپای حج میگه که از حج خلاص میشی، میگه پیش ما میایی.
قیامت به یاد حاجی میاره الله. در اینجا واذکر الله فی ایام معدودات، در وقت پشت نمازها رمی جمرات ایام تشریق بعد از روز نحر چی کنین؟ الله را یاد کنین بسیار. امی چیز که خلاص شد منا جمره کبرا را زد و آمد، در اینجا باز 3 روز دیگه است غیر از روز اول. روز دوم هم بیایی 3 جمره را میزنی، جمره وسطا و صغرا و کبرا مکانی که شیطان است. روز سیوم هم بیایی میزنی، این خود 2 واجب است، باز آخریش که است مستحب است روز چهار و ثواب داره. در دیگه کشورها جایش میشینه، افغانی که 2 روز تر کرد میدوا کل چیز وار خطاست. حالا خب برای جامعه بیشه میشه. نه بریم میگه در مکه ذره فاصله داره، چه گپ شد بسیار وقت شد ندیدیم. یعنی نمیشه بشه عبادت بکو. امی دیگر شب روز سیوم که کت روز 4 عید است. روز 4 عید بعد از پیشین است. در 3 روز بعد از پیشین جمرات میزنی. روز اول از طرف صبح جمره کبرا را میزنی، اما مکان شیطان کبرا و جنوشته که دیگه جای کلا. باز 3 روز دیگه که است وسطا صغرا کبرا بعد از پیشین است. روز اول کلگی است، روز 2 میده، روز 3 هم است، امی روز 4 استاد نمیشه. نه روز 4 هم باش، بعد از پیشین جمرات بزن، بعدم تو برو به طرف متاقای در بیت الله برو. از منا پایین شو، منا هم 2 سایه حرمه، یک بخیال 10 کیلومتر راه است. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی، کسی که عجله بکند الله میگه به نفع برفتن از منا فی یومین بعد از تمام 2 روز باز بره، فلا اسم علی گناهگار نمیشه ولی ثوابش کم میشه. و من تأخر، کسی که مؤخر میشه یعنی تا روز 4 عید است، فلا اسم علی نیز گناه ببالایزی لمن اتقا، برای کسی که تقوا دارد. تقوا یعنی اینجا میگه لمن اتقا را گفته، یعنی تقوا دار روز 3 هم می باشد، یعنی بسیار پرهیزگاریش زیاد است. واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون. واتقوا الله، از الله بترسین، یعنی هر حکم الله را عملی کنین. واعلموا، یقین کنین، انکم الیه تحشرون، بدون شک شما جمع میشین به طرف الله. حال حج کردین، الله میگه مرگتان میاد. حاجی را میگه که داخل تقوا باش، نشوه که در خانه رفتی باید به تقوا ظلم و گناه را شروع کنی. از الله بترسین ای حاجی ها، حجتان برباد نکنین. حال حاجی ها که آمدن پیش از حجش خوبه، بعد از حج که میاد ای تو خراب شده، یک ظالم آدم جور شدگیست.